داملا زکات رو به کی میدهیم؟ یعنی به کی باید زکات رو انسان دهد؟ حدیث آمده است در سنن ابو داود که سندش مقال دارد ولی معنایش درست است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی لم یرض بحکم نبی ولا غیره. الله تعالی راضی نشد به حکم پیغمبر و نه به حکم غیر پیغمبر در مسئله صدقات، یعنی فی الصدقات حتی حکم فیها هو، حتی الله تعالی خود حکم کرد فجزأها 8 اجزاء. یعنی این شخصیت هایی که سزاوار گرفتن زکات هستند اینها رو به 8 قسم تقسیم کرد. 8 قسم تقسیم می شود گفتید یا اینکه 8 نمود است؟ هشت همون گروه، تفصیل 8 میکردید؟ گروه آدم ها. بله تفصیل الله میکردید. سبحانه و تعالی در سوره توبه گفت که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در یک آیت الله تعالی این 8 گروه را بیان کرد. انما الصدقات، البته صدقه ها مراد زکات است. صدقه های نافله اجازت است. بسیار سوال می شود که به کافر صدقه داده می شود، به مثلا شخصی نصرانی یا یهود یا بت پرست صدقه داده می شود؟ گفته مردم میپرسند. صدقه عام، صدقه نافله اجازت است، اما مسئله افضل و مسلمان دهم یا به کافر دهم این دیگر مسئله است. کدامش افضل یا در کدام حالت به کی دادن افضل این دیگر مسئله. لیکن اینجا وقتی که الله تعالی انما الصدقات، البته صدقه ها گفت مراد زکات است، صدقه های فرضی. انما الصدقات للفقراء، این انما در لغت عرب اسلوب حصر و قصر، یعنی غیر این 8 گروه آدم ها به یگان کس داده نمیشه، فقط و فقط به همین ها داده میشد زکات را. اگر که فقیر غیر مسلمان باشد، مثلا کافر باشد، داده نمیشه. انما صدقات للفقراء، البته زکات فقط برای فقرا گفت. فقرا جمع کلمه فقیر، یعنی از این 8 گروه اولین اینها فقیر است. وقتی که الله تعالی فقیر را به پیش گرفت این دلالت میکنه که از همه محتاجترین این 8 نفر 8 گروه فقرا هستند. فقرا جمع کلمه فقیر. فقیر آن شخصی که چیزی ندارد. در لغت عرب قفر گفته یک چقوری که در زمین کافته شده است و هیچی ندارد، بله همان را قفر میگن، یعنی فقر. فقیر شخصی که چیزی ندارد یا اینکه چیزی دارد و به نصف حاجتش میرسد.